انتخابات مجلسی که در پیش داریم، من یک کلمه میگم، به امثال شهید دیالمه هر کی به اون نزدیکتر هست رأی بدید و در فعالیت سیاسی خودتون برای انتخابات مثل شهید دیالمه عمل بکنید. آخرین ویژگی که از او گفتم اینی که آدم شناس بود. همیشون بود که اون زمان سخنرانی کرد، گفت آقای موسوی در آینده خطر بزرگی برای انقلاب خواهد بود. این قدرت تشخیص در شهید دیالمه عجیبه. الان شما نمایندگانی رو تو مجلس میبینید که فاصله بین آقای منتظری و امام رو تشخیص نمیدن. خیلی عجیبه. هنگام مرگ منتظری پسر شهید مطهری برداشت توی متنی نوشت که من با آقای منتظری چندی پیش ملاقات کرده بودم و این متن خودشونه، من خبر محرمانه به شما نمیدم. به ایشون گفتم که اگه پدر من بود وضع شما به اینجا نمیرسید که اینقدر. آقای منتظری به ایشون گفته میدونی وضع منو، حالا که چه محصورم یا هر چی هست محدودیت هایی که برای ایشون بود، ایشون میگه اگه پدر من بود اجازه نمیداد. یعنی اگه شهید مطهری بود اجازه نمیداد که کسی که امام به او گفته که برای اینکه از قعر جهنم نجات پیدا کنی توبه کن از صحنه سیاست کنار بره، امامو میزد کنار، منتظری رو میگرفت. این قدرت تشخیص دیگه. به یک کسی گفتن آقا این 5 تا گردویی که تو دامن من هست بگو چیه و چند تاست، هر 5 تاشو بهت میدم. گفت گرده؟ گفتن آره. گفت تخم مرغ نیست؟ گفت من دارم بهت میگم این 5 تا گردو در دامن من هست، بگو چی هست، چند تا هست بهت بدم. گفت آقا این تخم مرغ نیست. شهید دیالمه رو درکش رو نگاه کنید که کوچکترین فاصله ها رو با امام حفظ میکرد. داد بعض از نمایندگان محترم مجلس رو نگاه بکنید که خدا به اونها بهره ای از تشخیص نداده. آقای منتظری یک جرم بزرگ انجام داده بود و میدونید دیگه، نامه نوشت به آقای خاتمی که شما رئیس جمهور شدی 20 تا رأی آوردی، باید به رهبری بگی کنار بکشه. خب این دعوت به یک شوراندن رئیس جمهور علیه ولایت فقیه این طبق قانون چه جرمی داره؟ نظام اینقدر با 300 برخورد کرد، نه دادگاهیشونو برد نه چیزی، فقط والا به خدا محافظ گذاشت براش که مردم نریزن تیکه تیکش بکنن. کلمه مردم بریزن تیکه تیکش بکنن و هم از امام دارم به شما میگم، پس فردا رسانه ها بل نگیرن که امام فرموده بودن که من اون نامه رو به منتظری ننوشتم برای اینکه ترسیدم مردم برن تیکه تیکش بکنن. شما فکر نکنید این یعنی خشونت طلبی. چه کرد منتظری در ارتباط با حضرت امام که امام فرمود من آرزوی مرگ میکنم به خاطر شما. یک کسی 30 سال قبل انحراف یک کسی رو تشخیص میده، یک کسی 20 سال بعدم انحراف یک کسی رو تشخیص نمیده. جل الخالق. خیلی این از عجایب دهر ماست. و پدر خودش رو هم متهم به طرفداری از جریان انحرافی منتظری میکنه. خیلی عجیبه.